کافیه یک بار این حلوا رو درست کنی. بهت قول میدم دیگه سراغ هیچ حلوایی نمیری، انقدر که لطیف و خوشمزه و راحته، اونم بدون شهد. اول آرد روی حرارت ملایم تفت بدین تا خوب تغییر رنگ بده و خامی آرد گرفته بشه. تو این مرحله از تابه جمع کنین، کره و روغن مایه رو بریزین، آرد هم علک کنید روش، هم بزنین تا کاملا مواد یک دست بشه. حالا شکر، گلاب و زعفران دم کرده رو با دست و دلبازی بریزین و مخلوط کنین. مواد که کاملا به خورد هم رفت، شیر رو بهش اضافه کنید، هم بزنید. حالا لیوان دوم شیر رو بریزید و مخلوط کنید. کم کم حلوا از تابه جدا میشه و جمع میشه. رو حرارت بردارین و تمام. انقدر لطیفه که حتی میتونید ماسوره هم بزنید. نوش جونتون. دوست خوبم میزان مواد اولیه رو کامل تو کفش برات گذاشتم. ممنون از همراهیتون.